خب بچه‌ها سلام. تو آموزش قبلی بهتون گفتم که چه جوری این آویزار چند سانت به چند سانت و چرا باید با چه فاصله‌ای بذاریم. حالا یه توضیح کوچیک دیگه میدم. بار برامون سازهای بار برامون F47 بار برامون اینجوری نصب شه. چرا؟ چون تیرچه هامون این شکلیه. بعد فاصله این دسته تا این دسته و این دسته تا این دسته حد اکثر باید 90 سانتی متر باشه. بعد ما اینا 90 تا تونستیم اجرا کنیم چون رو تیرچه بوده، ولی این چون 90 میگرفتیم میخورد وسط این یکی بلوک، مجبوریم 60 به 60 اجرا کنیم که هیچ اشکالی نداره. هیچ بهترم هست، تقویتش بیشتر میشه، سقفتون بهتر در میاد. این 60 به 60 اینا 90 تا به 90 تا. این سازه بار میخوره، این سازه پنل خور روش میخوره. حالا چه جوری؟ سازه پنل خور یا همون بار برامون که میخوایم استفاده کنیم این سازه F47. اوکی، به این میگن کلیپسی. کلیپسی کارش چیه؟ قفل کردن سازه حمال تو سازه پنل خور. این هم براکته، میارمش بیرون ببینیدش. این براکته که صاف اول، بعد خودتون تاش کنید و به این شکل در میاد و زیر F47 دون نصبش کنید و بعد با آویزی که با USB 6 میگن USB 6 آویزتون رو چجوری میگیرین؟ این براکتی که میگیرین یه مدل 7 سانت یه مدل 14 سانت دیگه واسه یه ارتفاعی سقفی که میخواین بگیرین، هر چقدر میخواین بیاینش با این براکت این پایینی 7 سانت یا 14 سانتی داره. یعنی 7 سانت چه 7 سانت جای ریگلاژ داره که یعنی شما هر جایی که سقفتون رو خواست درست کنی، این اگه به سقف این USB 6 به سقف وصل شده باشه، با این حالت پیچایی که این پایین داره هر جاش خواستی دیگه ریگلاژ کنی پایین رو بالا کنی یا با خط تراز لیزریت هماهنگش کنی، همسانش کنی یا دیگه پیچش کنی. خود این چیزی رو به سقف وصل میشه. یه سری اساتید مثل الان اینجایی که چاک دادیم و یه چاک میدن رو تاش میکنن و میبندنش به سقف، ولی ما نه، ما سعی کردیم اصول رو رعایت کنیم و از قواعد پیگیری کنیم. منم بهتون پیشنهاد میکنم که از اصول استانداردش استفاده کنید. بعد خود این USB 6 که ما چیدیمش با یه چیز دیگه به نام HC90، با یه ساز دیگه به نام HC90. پس شد کلیپس HC90 براکت. این HC90 اینجوری پیچ میشه تو USB 6 و مثل اینایی که ما کار کردیم پیچ میشه به طاق. الان یه دونه کار کردش هم هست اینجا، بهتون نشون بدم. ببینید این کار شدهش، براکت زیرش خورده، بعد وصل شده به USB 6. USB 6 با HD90 وصل شده به تاق. این یه دونه پروفیلی هم که زیر این یکی پروفیل گذاشتیم، این F47 که اینجوری گذاشتم زیر، به خاطر اینه که بعد سازه های بار پنل خورمون میاد زیر این بار برا اینجوری بسته میشه میره تا اون سر، بعد میفته رو این نبشی و این نبشی و با کلیپسی ها بسته میشه به این سازه های بار بر. امیدوارم که بتونید استفاده کنید و لذت ببرید و ما رو هم سابسکرایب کنید و لایکمون کنید تا شاید بیشتر دیده بشیم. مرسی که دنبالمون میکنید.